سرخط مهمترین خبرها: حادثه در زندان وحدت، محبوسان کشته و زندانبانها زخمی شدند. حکومت برای نیروگاه راغون باز 150 میلیون جدا کرد و نرخ خانه در دوشنبه گران شده است. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 4 فوریه سال 2025 است. برنامه را از یک خبری مهم آغاز میکنیم. وزارت عدلیه تاجیکستان گفت بعد از ظهر 3 فوریه در زندان شهر وحدت ناآرامی سر زده، در نتیجه آن 3 محبوس کشته و 3 محافظ زخمی شدند. اما در عکس‌هایی که دسترس رادیوی آزادی شدند، جسد 5 نفر دیده می شود که در صحن محبس آغشته خون خوابیدند. وزارت عدلیه تاجیکستان در اظهارات گفت که روز 3 فوریه یک گروه از محبوسان با هدف قتل و فرار با اسباب‌های خودساخت خلنده برنده به زندانبان‌ها هجوم کردند. و گفته این نهاد در نتیجه حمله 3 کارمند جراحت‌های وزنی جسمانی برداشتند و محافظان مجبور گشتند از سلاح آتشفشان استفاده برند. به اطلاع وزارت عدلیه 3 جنایتکار کشته و باقی مانده آنها دستگیر کرده شدند. تصدیق این معلومات یا دریافت جزئیات علاوه‌ای فعلا در دسترس نیست. مقامات تعداد عمومی حملگران را 9 نفر گفته، ولی نام و نسب، کی و چگونه زندانی شدن آنها را آشکار نکردند. در عکسایی که بر رادیوی آزادی فرستاده شدند، جسد 5 نفر دیده می شود. کمیته شهروندی نجات گروگانان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در ورشو و ادعا کرد که تعداد کشته شده ها در زندان شهر وحدت بیشتر از اطلاع رسمی است. 6 سال پیش در همین زندان در شهر وحدت آشوب سرزده در آن حادثه 3 ناظر زندان و 29 محبوس کشته شدند. مقامات آن وقت گفته بودند که آشوب را اعضای زندانی گروه‌های تندرو انجام دادند. دیرتر داعش یا سازمان تروریستی دولت اسلامی مسئولیت این حادثه را پذیرفته بود. برنامه را با خبرهای دیگر ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون 150 میلیون سومانی یا قریب 14 میلیون دلار دیگر جدا کرده است. این مبلغ از حساب بنیاد ثبات رشد اقتصادی یا فاند استابیلیزاسیون داده می شود. قرار حکومت درباره جدا کردن مبلغ برای راغون 22 ژانویه صادر شده رادیوی آزادی 4 فوریه با محتوای آن شناس شد. حکومت رهبران نیروگاه راغون را موظف کرده است که درباره چگونه خراجات کردن 150 میلیون سومانی به وزارت مالیه گزارش بدهند. حکومت تاجیکستان تا این وقت از بودجه کشور برای نیروگاه راغون میلیون ها دلار جدا کرده است، اما مقامات گفتند برای ادامه ساختمان آن سرمایه خارجی جستجو دارند. نیروگاه راغون که مقامات آن را برای کشور مسئله حیات و ممات مینامند، سالهاست که ساختمانش ادامه دارد. تا حال 2 چرخه نیروگاه فعال شده، به گفته مقامات چرخه 3م امسال به کار می‌دراید. درباره نیروگاه راغون یک خبر دیگر هم داریم. پارلمان تاجیکستان یک سازشنامه با بانک جهانی درباره ساختمان راغون را تصویب کرده است. ماه دکمبر سال 2024 بانک جهانی برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون به تاجیکستان 350 میلیون دلار جدا کرده بود. به گفته نمایندگان بانک جهانی این مبلغ به تاجیکستان کمک به بازگشت است و مرحله اول طرح یاری به ساختمان راغون می باشد. مجلس نمایندگان تاجیکستان حکومت را موظف کرده است که درباره انجام رسمیات داخلی دولتی به بانک جهانی خبر دهد. یک شرط بانک جهانی برای دادن 350 میلیون دلار به تاجیکستان این است که حکومت 3% و پس از پایان ساختمان تا 5% درآمد را از فروش نیروی برق برای حمایت از قشر کم ذاتی اهالی صرف کند. پیشتر تلویزیون الجزیره نظر 2 متخصص و فعال زیست محیطی را نشر کرد که می‌خواستند بانک جهانی طرح را نپذیرد، چون به ادعای آنها نیروگاه راغون به محیط زیست آسیب جبران ناپذیر می‌رساند و از جمله 60,000 نفر را بی‌جا می‌کند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مرد خبر داد که مهاجران را به ارمنستان برده به غلامی گرفتار کرده است. در اطلاعیه وزارت بدون نام بردن از این مرد تنها آمده است. او 63 ساله و ساکن شهر وحدت است. به اطلاع وزارت کارهای داخلی این مرد همراه با یک ساکن قبادیان و هم شهروند ارمنستان با نام بابایان کالیا ماه‌های نوامبر و دکمبر سال گذشته حداقل 9 نفر را با وعده کار به ارمنستان بردند، ولی به گفته مقامات این مهاجران را در ارمنستان به اسارت قرضه گرفتار نموده، شناسنامه و دیگر حجت‌های آنها را از دستشان برای فریب و مجبوراً گرفته گشت و گذاری آنها را محدود کردند. نظر بازداشت شده‌ها و هم جزئی
توضیحات بیشتر قضیه معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی میگوید که برای این کار نسبت دو شهروند تاجیکستان و بابایان کالیا تبع ارمنستان با اتهام آدمربایی پرونده جنایی شدند. کدکس جنایی تاجیکستان برای این اتهام از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. این بار اول است که مهاجران تاجیک در خارج به غلامی گرفتار می شوند. نمونه اخیرش 10 مهاجر تاجیک هستند که ماه دکمبر سال گذشته بعد 3 ماه کار در شرایط سخت آزاد شدند. این مهاجران را با وعده کار به یک فرمه گاوپروری در منطقه دوردست مگدن روسیه برده به گفته خودشان غلاموار کار فرمودند. بعد گزارش میگرانت مدیا رادیوی آزادی مقامات آنها را نجات دادند. مقامات اسرائیل میگویند که تلاش ایران برای جلب اسرائیلی ها به جاسوسی بیشتر شده است. در یک سال اخیر بیش از 3 شهروند اسرائیل از جمله 2 نظامی این کشور با گمان جاسوسی به فایده ایران بازداشت شدند. یکی از آنها به آن متهم می شود که درباره گنبد آهنین اسرائیل به ایران معلومات فرستاده است. همکارم مومن احمدی گزارش صدای آمریکا را تقدیم می کند. اسرائیلی ها از آن حیرانند که چی طور در اوج جنگ با حماس و حزب الله ایران شهروندان زیاد اسرائیل را به طور بی سابقه به جاسوسی جلب کرده است. از جمله 2 سرباز ذخیروی ارتش اسرائیل که یکی از آنها به گفته پلیس به ایران درباره گنبد آهنین اسرائیل معلومات روان کرده است. این گنبد آسمان اسرائیل را از حمله های موشکی حفظ می‌کند. مقامات اسرائیل باور دارند که ایران در 2 حمله موشکیش در سال گذشته به خاک این کشور از معلومات فرستاده جاسوسانش استفاده کرده است. ما می‌دانیم که در حمله اول ایران پایگاه جولانی و رفائیل را در شمال هدف قرار داد. با احتمال زیاد این را با کمک شخصانی کردند که به آنجا فرستاده بودند و از طریق GPS مکان را دقیق نمودند. 2 سرباز ذخیروی ارتش از آخرین نفرانی بودند که با گمان جاسوسی به فایده ایران بازداشت شدند. بازداشت گمانبران به جاسوسی در اسرائیل به حد زیاد شد که در زندان ریمانیم یک جای علاوگی باز کردند. آنها در زندان نظامش پرزور و برابر با شرایط جنگجویان بازداشت شده حماس نگهداری می شوند. تلویزیون اسرائیل خبر داد که ایران از طریق تلگرام با آنها تماس داشته است و از 20 تا 4000 دلار برایشان حق خدمت می داده است. کارشناسان می گویند گمانبران به جاسوسی پیش از آن که به کارهای خطرناک دست زنند بازداشت شدند. یک روز درک میکنید که کار شما خطا است یا شما شخصی شبهه آور شده اید و آشکار میشوید چون کارهای خطرباری کرده اید. راه بازگشت نیست چون آنها میگویند اگر این کارا نکنی کارهای دیگرت را آشکار میکنیم که نابود میشوی. اکثر بازداشت شده ها روس زبان هستند که به اسرائیل مهاجرت کردند. در اسرائیل بیش از 1 میلیون یهودی زندگی میکنند که از روسیه آمدند و از این کشور کمک اجتماعی میگیرند. بعضی بازداشت شده ها گفتند که مشکلی مالی داشتند. برخی مهاجران از روسیه آمده از بحران اقتصادی در نتیجه جنگ طولانی و از خدمت درازمدت حربی خسته شدند. تلاش های مقامات ایرانی برای جلب بیشتر جاسوسان در شرایطی است که حالا در اسرائیل احتمال حمله به پایگاه های اتمی ایران در ماه‌های نزدیک در دایره های گوناگون بحث می شود. رئیس کمیته ساختمان و معماری از افزایش نرخ خانه در تاجیکستان به ویژه در شهر دوشنبه خبر داد. نظام میرزازاده گفت حالا ارزش هر متر مربع منزل در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکایی یا 8470 سامانه را تشکیل می‌دهد. به قبل آن نرخ خانه گران شده است و این از خرج شرکت‌های بناکار و طلبات بازار وابسته است. رئیس کمیته ساختمان معماری سال پیش گفته بود که 1 متر مربع خانه در دوشنبه قریب 7400 سامانه یا 673 دلار است.
بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خرید آن را ندارند. بانک‌ها برای گرفتن خانه به مردم قرض دراز مدت یا ایپوتک پیشنهاد میکنند، ولی با شرط و بهره که صاحب خانه شدن برای ادعای فقط آرزو میماند. بینندگان عزیز، آیا با این نرخ خانه در دوشنبه شما در چند سال می توانید صاحب منزل شوید؟ لطفاً نظرتان را در زیر برنامه نویسید. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 4 فوریه را فرا میگیرد. 4 فеврали соли 2004 Марк Цукерберги амрикоӣ сомонаи Фейсбукро ба кор даровард, ки баъди 2 солаш дар интернет ба ҳайси шабакаи иҷтимоӣ аз худ дарак дод. Фейсбук аз маъруфтарин пойгоҳҳои иҷтимоӣ шуд, ки сокинони тамоми гӯшаҳои сайёраро дар якҷо ба ҳам овард ва ҳам имконияти табодули хабар ва аксу видеоро бидуни сензураву маҳдудият фароҳам кард. Аз Тоҷикистон ҳам даҳҳо ҳазор нафар корбари фаъоли Фейсбук шуданд ва дар пасманзари маҳдудияти озодии баён дар кишвар маҳз ҳамин шабака ба пойгоҳи муҳими нашр ва баррасии таҳаввулоти муҳими сиёсию иҷтимоии Тоҷикистон гардид. 4 феврали соли 2010 аввалин бор дар тарихи Тоҷикистон бар асоси созишнома бо ҳукумати Афғонистон 81 маҳбуси афғонистонӣ ба ватани худ истирдод шуданд. Ин гурӯҳ тавассути гузаргоҳи Шерхон Бандар ба Афғонистон баргашт то боқии ҳукмро дар маҳбасҳои Афғонистон сипарӣ кунад. Дар солҳои истиқлолият даҳҳо шаҳрванди Афғонистону Тоҷикистон бо ҷурмҳои мухталиф аз ҷумла барои қочоқи маводи мухаддир дар зиндонҳои ин кишварҳо ҳабс шуданд. 4 феврал рӯзи ҷаҳонии мубориза бо саратон аст, ки ҳар сол ҷони ҳазорҳо нафарро мегирад. Дар Тоҷикистон ҳам ташхиси нафарони гирифтори ин беморӣ афзоиш меёбад ва соли 2019 беш аз 17,000 нафари гирифтори саратон ба қайд гирифта шуд. Табибон таъкид мекунанд, ки ташхиси саривақтӣ бахусус дар миёни занон метавонад пеши роҳи фоҷиаҳои зиёдро бигирад. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 112 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1083 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. خدا نگهدارتان.